عوامل عفونت رحم و جلوگیری از آن موضوع برنامه هست. در ارتباط با سه معلوماتی را تقدیمتون کرده ما میخوایم در این مورد بیشتر از دکتر صاحب بشنویم. سلام، صبحتون بخیر دکتر صاحب، خوش آمدید در برنامه. سلام و رحمت الله، صبح زیبای شما هم بخیر. زنده و سلامت باشین. خب دکتر صاحب، میخوایم در مورد عفونت رحم و روش جلوگیری از آن بیشتر از شما بشنویم. اما در نخست چه خوب است که یک مقدمه داشته باشیم. زنده باشین. التهاب یا عفونت یا میکروبی شدن تمام قسمت های بدن امی رقمه که امکان داره. عفونت یا التهاب اعضای تناسلی هم امکان داره که این التهاب از آن رحم شروع میشه که داخل رحم بره، نفیرا هم ملتهب شود و همچنان در بعض اوقات نادر ممکن است که حتی سبب التهاب تخمدانا هم شود. اما در چی کسا امکان داره که التهاب بکنه؟ چرا کل آدم را، کل زنا را التهاب جهاز تناسلی نمیگیره؟ بعضی کسا را میگیره. در این سن رول داره که سنین کمتر از 25 ساله گفتن که ممکن است که زیادتر سبب التهاب ناحیه تناسلیشان شود و همچنان اگر پارتنرهای جنسی مختلف و متعدد می داشته باشند که خوشبختانه در جامعه اسلامی و افغانی ما افغانستان ایگب تقریبا شاید هیچ نباشه. و همچنان کسایی که سیگرت میکشن و یا سیگرت به صورت منفعل کش میکنن. یکی او آدم است که سیگرت خودش میکشه و سیگرتی است و یکی او شخصی است که در یک اتاق امرای آدم سیگرتی شیشته و دود به صورت منفعل کش میکنه. و همچنان در صورتی که زیادتر از انتیبیوتیکا استفاده میکنن و میکروبای مفیدی که سبب از بین بردن میکروبای مضر میشه، او میکروبا هم از بین میره، ممکن است که سبب التهابات رحم شود. بله. خب دکتر صاحب، عوامل عمده که سبب این عفونت ها در رحم یک خانم میشه بیشتر در چی هست؟ زیادتر امکان است که میکروبا سبب از این التهاب و عفونت شود. قسمی که از نامشان پیداست که یک جایی که التهاب پیدا میکنه یا میکروبی میشه، مسلما که در اوج میکروب مداخله میکنه و تمام بدن ما پوش شده توسط یک عده از میکروبا. اما کل از این میکروبا مرضی نیستن. بعض از میکروبا خوش دارن که در قسمت از وجود داخل شوند و سبب تولید مرض شوند. بعض میکروبا چشمه خوش دارن، بینی خوش دارن، داخل دهن، گوشه، اینمی رقم داخل ناحیه تناسلی خانم و بالاخره اگر موقع برش مساعد میشه میره داخل عنق رحم و بالا میشه در داخل رحم، بالاخره ورود پیدا میکنه در نفیرا، حتی داخل شکم یا بطن هم تیت شده میتونه که زیادتر در این میکروبا کلامیدیا و تریکوموناز و این نام شاید برشان خوشایند نباشه نام میکروبا، اما از جمله میکروبایی که میشناسن او توبرکلوز است که توبرکلوز هم زیادتر سبب التهاب ناحیه تناسلی میشه. قسمی که پیشتر گفتم میکروبا از هر جای میکروبش جداگانه است که خوش داره در اون ناحیه را مصاب بسازه یا عفونی بسازه یا ملتهب بسازه، ولی میکروب توبرکلوز در هر جای بوده میتونه. اگر یک خانم میگیم که توبرکلوز رحم داری، چشماش مبره که وای توبرکلوز در رحم از کجا شد، یا فکر میکنن که توبرکلوز زیادتر در ششاس آدم سلفه میکنه و بلغم میپرته، یا در حالی که توبرکلوز در پوش مغز بوده میتونه، در جلد بوده میتونه، در چشم بوده میتونه، در استخوان بوده میتونه، جلد، گرده، روده، مثانه، کل جای گرفته میتونه و از جمله جایی که توبرکلوز رو مصاب کرده میتونه او هم رحم، نفیرها و حتی تخمدانها بوده میتونه. یک خرابی که داره توبرکلوز او هی است که میگن مرض خانمان سوز توبرکلوز، آدم دیگه تباه میکنه، مخصوصا اگر رحم بگیره و نفیرها را بند بکنه که نفیرها وظیفه اصلی خود که انتقال تخمه زن و مرد است که میاره به داخل رحم میچسباند تخمه ملقحه یا القاح شده را. این وظیفه خود ممکن است که از دست بده و یا هم سبب بی اولادی شود و سبب سقطهای متکرر شود.
دقیقاً. خب دکتر صاحب، اعراض و علائم و نشانه هایی را که میتونه این عفونت ها در قبال داشته باشه بیشتر چطور بتونن خانم ها تشخیص بدن میشه اشاره داشته باشه؟ در واقعات بسیار کم امکان داره که هیچ اعراض نداره، اما معمولا اعراضش این است که دردای زیر شکم پیدا میکنه، در سر مثانه یک درد پیدا میشه، یا به طرف راست شکم که امراض اپندیسیت ممکن است که غلط شود، به طرف چپ شکم ممکن است که درد پیدا شود، ممکن است که یک بینظمی عادت ماهوار یا خونریزی لکه‌بینی پیششان پیدا شود، و یا ممکن است که افرازاتشان از حالت نرمال، برای قسمی که در بسته معلوماتی هم دیدیم یک مقدار از افرازات در پیش دخترها و خانما نرمال است که روز 5 cc یعنی در 24 ساعت 5 cc اگر افرازات می داشته باشن او نرمال است. مثل که داخل بینی افرازات داره، داخل دهن لعاب داره، داخل گوش افرازات داره، اونمو رقم داخل جهاز تناسلی زنا و دخترها هم یک افرازات می داشته باشه، به خاطر که او صحتمند نگاه بکنه و امو میکروبایی که در اوجه به گارد هستن و بر دفاع هستن او در او افرازات زندگانی کرده بتانه. اما در صورتی که رحمشان ملتهب میشه یا مرض PID میگن به دکتری اگه ای بگیرشان، ممکن است که این افرازات زیاد شوه، بدرنگ شوه و بدبو شوه. دقیقاً. خب دکتر صاحب میخوام در مورد خانم هایی که حمل میگیرن، حامله هستن، چقدر میتونه این عفونت ها بیشتر صورت بگیره و خطرات زیاده رو به وجود بیاره؟ اصلا خود حمل گرفتن یک پروسه بسیار خوب است، یک خبر خوش است که رحم نرمال است که حمل گرفته، اما بعد از او امکان داره در 12 هفته اول که رحم هم ملتهب شود. او هم به خاطر که وقتی که رحم محمول میشه حمل میگیره، دروازهش دیگه باز بسته میشه، قلف میشه. منتها می دروازهش چی وقت قلف میشه؟ در 12 هفتگی قلف میشه که یک مخاط بسیار دبل و غلیظ میایه، فوهی اون بسته میکنه که دیگه میکروبا داخل نشه. اما پیش از اینکه یک پلک یا یک قلف جور شوه، پیش از او امکان داره که رحم ملتهب شوه و حتی سبب نقصان ها هم شده میتونه. خب دکتر صاحب، میشه در مورد حفظ الصحه و اینکه چطور بتونن خانم ها زمانی که به این عفونت سر دچار میشن یا روبرو میشن کدام راهکارها رو در نظر بگیرن در قسمت حفظ الصحهشان و چه کارهایی رو بیشتر انجام بدن؟ زیادتر وقت دختر خانما و خانما در وقت عادت ماهوار چون یک جرحه پیششان ایجاد میشه، دهانه اویه باز میشه و یک خونریزی واقع میشه، در اینی وقت و در همه وقت ها حفظ الصحه را باید مراعات بکنن. خود این وقت زیادتر نظافت جز ایمان است و زیادتر اگر خود پاک نگاه میکنن و حفظ الصحه را مراعات میکنن، نه تنها از امراض PID یا مرض التهابی حوصله جلوگیری میشه، صحتمند میباشن. پس اینا کوشش بکنن که مقاومت خود بلند نگاه بکنن، مایعات زیاد استفاده بکنن، غذای صحی بخورن، یعنی زیادتر سرخ کده و روغنی و زیادتر شیرینی استفاده نکنن، ترکاری ها میوه ها زیادتر استفاده بکنن و در جریان عادت ماهوار گفتم که در هر وقت نظافت خود مراعات بکنن، منتها زیادتر در جریان عادت ماهوار خود پاک نگاه بکنن و از دستمالا یا پدایی که استفاده میکنن بسیار باید پاک، صفا و صحی باشه، به خاطر که امو خون و عرق و افرازات که از ناحیه تناسلی دخترها و خانما خارج میشه، این یک زمینه بسیار خوب رشد انتان است. اگر دستمال خود از زود تبدیل میکنن یا امو زیرپوشی خود از زود تبدیل میکنن، پاک صفا میشوین، مسلم است که زمینه برای رشد میکروبا مساعد نمی باشه. دقیقاً. خب دکتر صاحب، اگر جدی نگیرن و بیشتر این عفونت ها جلوگیری نشه، چقدر میتونه خطرساز باشه به آینده ها؟ از شما بشنویم. قسمی که پیشترم گفتم که میکروبای جهاز تناسلی امکان داره که خانمانسوز باشه اگر تداوی نشه. زیادتر شکایت ما از خانما و دخترایی که دوا برشان توصیه میشه این است که دوای خود به وقت نمیخورن و پورا دوای خود نمیخورن. یک خانمی که تشخیص میشه که ای PID داره یا التهاب ناحیه تناسلی داره، مسلما که ادویه برش توصیه میشه که او دواهای خود به وقت بخوره. امی که
یک کمک احساس بهبود میکنن، دوای خود میمانن و میگن که ما خود دیگه جور شدیم، در حالی که اینمی میکروب مقاوم میشه، دفعه دیگه باز که تعمی مقدار دوا هم خوب نمیشه و در حالاتی که به صورت حاد میباشه التهاب که بسیار درد شدید دارن و بسیار تو داره، حتی ضرورت به بستر شدن پیدا میکنه که در صورتی که دکتر ازشان تقاضا میکنه که بستر شود باید قبول کنن، حتی بستر شون و دواهای خود به وقت باید بگیرن. دقیقاً. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. بس خیلی خوبی داشتم. سپاس از شما. خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بدیم ای بود داشته های برنامه صبح خورشید و بخش درمان که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد که فردا ان شاء الله در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشید.